شما تصور کنید که هم تو گرفته سرود خواندن ممکن آسان باشد، نه که برای یک سرود تیار کردن، برای یک سرود آماده کردن آدم چقدر خون جگرها میخورد، چقدر بیخوابی ها میکشد، چقدر مثلا من میدونم تا همین روز میدونم که استادی من سحر بر وقت خسته ساعت 5 سحر 6 سحر خسته رپتیسیون میکنن تا ساعت 7 8 سحر با روزانه هم با شب هم همین خیلی این کار آسان نیست. این کاری مثلا یک جا به یک راهبر شد یک تربیه کردن این بسیار کاری دشوار، علاوه خصوص صنعتکار مثلا بها دادن هم کاری هر کس نیست. من امید و آرزو دارم که استادی ما به همه چیز ارزنده هستند، زیبنده هستند و شخصا من همچون شاگردشون شکرگزار هستم که همین خیلی استاد بزرگ برای من خدا نصیب دیده است برای ما. جایگاه جوربک مرادوف در بلد و راهنمای راهگشا هستند. استادی ما یک استادی هستند که من گمان میکنم که هر عنوانایی که گرفتن، هر آن چی که خدمت کردن برای مردم همش صادقانه بود، صدقانه بود، صمیمانه بود. دیگر طرف مسئله در آن که استاد در کجایی که ما هم نشین و هم صحبت بودیم هر چیزی که برای ما آموزاندن از صدق دل بود، صمیمی بود. من گفتم اعتباط تأثیرات کلان با یک مهربانی گفته میتونم که استادی ما در حقیقت استادی هستند که برای ما شاگردان همچون پدر خدمت کردند، پدری ما هستند، پدری معنوی ما هستند. در شهر خوجان مؤسسه دولتی موجود است که آن آثارخانه جوربک مرادوف عنوان دارد. در این آثارخانه اسباب‌های موسیقی تاریخی، تحفه و نشان‌های کشورهای خارجی گرد آورده شده است که شماره آن تا رفت بیشتر می شود. از ستار تحفه شده رچ کپور به جوربک مرادوف آغاز کرده لباس‌های ملی، تحفه‌های سرایندگان نامی و سیاستشناسان سابق کشورهای اتحاد شوروی و اروپا به نمایش گذاشته شده است. 3000 بسیار اکسپونات‌های و من همین دیسادت کوزه‌های من طبقه همه دولت‌های کدام دولت بروند استاد یک سرود نخواندن، همون دولت یک چیزی میبرن تحفه و همین چیزهای من غم داشته چند سال است مهنت‌های یک تا استاد این همین های غم داشته های کدام آدمی آدمی خاکسار که هیان تا همین 2006 ما این چیزای ندیدیم. اکسپونات و مواد آثارخانه جوربک مرادوف خیلی زیاد می باشد. از این را مأموریت تصمیم دارند مساحت آن را بیشتر سازند چون که شماره تماشابینان نیز تا رفت زیاد می شود. همه چیزای نادر، همش تاریخی. سونی سیکسیکی همین صورت‌های دیده موادهای عادیشون یک خانه میدشو جا کردیم. سونی نگنجیده جو کمی کات. با وسیع شد من میخل سه تا حجره من دیداسید با دنیای جوانو مانده پرپری و حال اونجا بسیار چیزا ما های جا تنگی میکند. جوربک مرادوف سراینده مردمی اتحاد شوروی امروز سنه 24 دکبر 78 ساله گردید. از بس که استاد جوربک مرادوف در سفری کاری بودند تنها با شاگردان همصحبت شدیم. مصاحبه استاد را خبرنگاران پس از انجام سفر تشکیل و آماده می نماییم که در نشرهای من بعده انعکاس کرده می شود. گزارش گنجینه عالم و مفتون شکور و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.